امروز میخوام بهتون یاد بدم چطوری بدون رنگ موهاتون رو رنگ‌های فانتزی انجام بدین. با این روشی که من میگم شما میتونید انواع و اقسام رنگ‌های فانتزی رو که فکرش هم نمی‌کنید وجود داشته باشه رو انجام بدید. با استفاده از یه رژ لب جامد که حالت یه کمی چرب داره روی موهامون اجرا میکنیم. از رژ لبای مات استفاده نکنید چون وقتی که به موهاتون میزنید همونجا سر جاش خشک میشه. از رژ لبایی استفاده کنید که بافتشون یکم نرمه و یکم حالت چربی داره که خیلی روون رو موها کشیده میشه. اینجوری سر جاش خشک نمیشه و راحت فید میشه. شما با این روش میتونید موهاتون رو نارنجی کنید، آبی کنید، سبز کنید، بنفش کنید، هر رنگ دلتون بخواد میتونید انجام بدید. شاید براتون این سوالم پیش بیاد که خب من امکان داره رژ لب بنفش نداشته باشم یا رژ لب سبز نداشته باشم، چیکار کنم؟ حتی اگه رژ لب سبز هم نداشته باشی میتونید از یک وازلین استفاده کنید و یه پلت سایه. شما به تعداد رنگ پلت سایه‌تون و وازلین میتونید هر رنگی روی موهاتون اجرا کنید به همین راحتی. خوبیش هم اینه که اگه شما بین 2 تا 3 تا رنگ مونده بودید که نمیدونستید چه رنگی به موهاتون یا به خودتون میاد، میتونید الان با یه رژ لب یا یه سایه امتحان کنید و تست کنید ببینید بهتون میاد یا نه. برای شستنش هم خیلی راحت با یه شامپو توی حموم شسته میشه. بریم که موهامون رو صورتی کنیم. این ایده از اونجایی به ذهن من زد که من تو مسافرت بودم و خواستم عکاسی کنم و تو همه عکس‌ها استایل موهام یه شکل بود. بعد گفتم چیکار کنم چیکار نکنم، رنگ موهامو عوض کنم با رژ لب. خیلی خوبه. شما میتونید برای عکاسی، تولد و مهمونی هر جا که فکرشو میکنید این رنگ مو رو اجرا کنید و ازش لذت ببرید. اگه از این ویدیو خوشت اومده لطفاً چنلمو سابسکرایب کن چون قراره کلی ویدیوهای خفن دیگه بذارم.